اگر فکر میکنید تمام تصمیماتی که میگیرید کاملا منطقی و حساب شده است، وقتشه که یک تجدید نظر داشته باشید. ممکنه براتون عجیب باشه ولی طبق تحقیقاتی که انجام شده 90% از تصمیمات شما هیچ ربطی به منطق ندارن و بیشترشون تحت تاثیر احساسات شما هستن. یعنی تصمیماتی که میگیرید چه بخواید چه نخواید، بیشتر از این که بر اساس منطق باشه بر اساس احساساته. اینجا جاییه که قانون 90-10 وارد بازی میشه. حالا ممکنه بگید که نه، من که همیشه تصمیمات منطقی میگیرم، مثلا وقتی میخوام چیزی بخرم اول تحقیق میکنم دربارش و بعد تصمیم میگیرم و اون چیز رو احتمالاً میخرم. خب این موضوع درسته، اما همین خرید هم تحت تاثیر احساسات شما انجام میشه. مثلا ممکنه وقتی یک محصول جدید رو میبینید حس کنید که این محصول خیلی عالیه و شما به شدت بهش نیاز دارید، حتی اگه دلیل منطقی هم برای خرید اون نداشته باشید. این همون جاییه که احساسات شما وارد میشه و تصمیم گیری رو تحت تاثیر خودش قرار میده. به طور ساده قانون 90-10 یعنی اینکه 90% از تصمیماتمون به طور ناخودآگاه بر اساس احساسات گرفته میشه و فقط 10% از اونها هستن که از تفکر منطقی نشأت میگیره. این شاید برای خیلی ها عجیب باشه، چون ما همیشه فکر میکنیم تصمیماتمون کاملا عقلانی و آگاهانه هستن، اما بیشتر وقتها ذهن ما بیشتر به احساساتمون واکنش نشون میده تا به منطق. خب چرا احساسات اینقدر در تصمیمات ما نقش دارن؟ جوابش خیلی ساده است. مغز ما طوری طراحی شده که احساسات رو بهشون اولویت بده. مغز انسان در طی میلیون ها سال تکامل پیدا کرده تا خیلی سریع به شرایط مختلف واکنش نشون بده. در شرایط استرس‌زا و اورژانسی مغز به احساسات و شهود تکیه میکنه تا ما بتونیم سریعتر واکنش نشون بدیم. به همین دلیل هم وقتی تصمیم میگیریم بیشتر به احساسی که نسبت به اون چیز داریم توجه میکنیم تا تفکر منطقی. شاید وقتی خودتون رو در موقعیت‌های مختلف ببینید متوجه بشید که تصمیمات شما بیشتر تحت تاثیر احساسات بوده. مثلا وقتی از یک خرید پشیمون میشید یا بعد از یه جلسه با کسی حس میکنید که نمیخواید دیگه باهاش حرف بزنید، دقیقاً همین احساسات هستن که میتونن تصمیمات شما رو تحت شعاع قرار بدن. این قانون بیشتر خودش رو توی زندگی روزمره نشون میده. مثلا وقتی به یک مهمونی میرید ممکنه کسی رو ببینید که به شما یه طور خاصی نگاه میکنه. شاید تصمیم بگیرید با اون فرد صحبت کنید، حتی اگه منطقی نباشه یا هیچ دلیلی هم برای این کار نداشته باشید، یا حتی اگه صحبت مشترکی باهاش نداشته باشید. اما احساس شما به شما این رو میگه که باید با اون حرف بزنید. یا فرض کنید که یک تصمیم کاری میگیرید که هیچ دلیلی پشتش نیست، فقط به این دلیل که شما احساس میکنید باید اون تصمیم رو بگیرید. شاید به دلیل ترس از شکست یا نگرانی های دیگه باشه که این تصمیم رو میگیرید. این هم یک نمونه دیگه از قانون 90-10 هستش. خب حالا که میدونیم بیشتر تصمیماتمون تحت تاثیر احساسات هستن، چطور میتونیم از این قانون به نفع خودمون استفاده کنیم؟ جواب اینه که باید آگاهانه روی احساساتمون کار کنیم. وقتی که میخواید تصمیم بگیرید سعی کنید کمی از احساساتتون فاصله بگیرید و با دقت بیشتری به اون موضوع نگاه کنید. این به شما کمک میکنه تا تصمیمات بهتری بگیرید. همچنین به جای اینکه بذارید احساساتتون تصمیمات شما رو کنترل کنه، میتونید با تمرکز روی کارهایی که به شما احساس قدرت و کنترل میدن احساساتتون رو هدایت کنید. مثلا به جای اینکه وقتی عصبی هستید تصمیمات بزرگ بگیرید، به خودتون زمان بدید تا آروم بشید و بعد تصمیم گیری کنید. به طور خلاصه قانون 90-10 یک حقیقت بزرگ درباره نحوه تصمیم گیری های ماست. بیشتر از اینکه تصمیماتمون بر اساس منطق باشه، تحت تاثیر احساسات قرار دارن. این یعنی باید بیشتر روی احساسات خودمون کار کنیم و آگاهانه از اونها استفاده کنیم. وقتی بتونید احساسات و منطق رو به تعادل برسونید، موفقیت واقعی به سراغتون میاد. خب حالا بریم سراغ اصل 80-20. آیا تا به حال به این فکر کردید که شاید بیشتر کارهایی که انجام میدید اصلا نتیجهش رو نمیبینید؟
به نظر میاد که هر روز داریم خودمون رو غرق کارهای مختلفی میکنیم ولی باز هم احساس میکنیم که چیزی تغییر نکرده و هیچ پیشرفتی نداشتیم. شاید دلیلش این باشه که شما دارین وقت و انرژیتون رو روی کارهایی میذارید که بیشتر از 80% اونها اصلا مهم نیستن. اصل 80-20 یا همون قانون پارتو میگه که 80% از نتایج شما از 20% کارهایی که انجام میدید به دست میاد. این اصل فقط مختص به کارهای شما نیست بلکه در تمام جنبه‌های زندگی قابل مشاهده است. از کسب و کار گرفته تا روابط شخصی، از خریدهاتون گرفته تا کارهای روزمره. به عنوان مثال توی کسب و کار شاید 20% از مشتریهای شما 80% از درآمد شما رو ایجاد میکنن. یا توی زندگی شخصی تنها 20% از افرادی که میشناسید بیشترین تأثیر رو در خوشحالی و رضایت شما دارن. این یعنی بیشتر کارهایی که انجام میدید نه تنها ضروری نیستن بلکه میتونید راحت از کنارشون رد شین. حالا ممکنه بپرسید چطور میتونم این اصل رو در زندگی خودم پیاده کنم؟ جواب ساده است. باید بیشتر روی همون 20% متمرکز بشید. به جای اینکه خودتون رو درگیر کارهایی کنید که احساس میکنید باید انجام بدید، باید وقتتون رو به کارهای اختصاص بدید که واقعا نتیجه بزرگی رو براتون میاره. اینجوری میتونید کارایی بیشتری داشته باشید و در عین حال وقت و انرژی کمتری بذارید. فرض کنید که میخواید به یک هدف بزرگ برسید، مثلا راه اندازی یک کسب و کار آنلاین. به جای اینکه وقت زیادی رو صرف کارهایی مثل طراحی‌های پیچیده یا ایده‌های فرعی کنید، باید بیشتر تمرکزتون رو بذارید روی همون 20% کارهایی که میدونید که به سرعت به نتیجه میرسه، مثل ایجاد محتوای جذاب یا جذب مشتری‌های اصلی. این اصل به شما کمک میکنه که کارهایی رو انجام بدید که بیشترین تأثیر رو روی موفقیت میذاره. در زندگی شخصی هم میتونید از این اصل استفاده کنید. خیلی از ما ساعتها وقتمون رو توی شبکه‌های اجتماعی یا انجام کارهایی که هیچ چیزی ندارن تلف میکنیم. این به این معنا نیستش که باید همه چیز رو کنار بذارید، بلکه منظور اینه باید زمانتون رو طوری تنظیم کنید که به کارهایی برسید که برای شما ارزش بیشتری دارن. مثلا وقتی صحبت از روابط میشه، شاید 20% از افرادی که میشناسید بیشترین تأثیر رو در شادی و رشد شما داشته باشن. پس به جای اینکه انرژیتون رو بین تعداد زیادی از آدم‌ها پخش کنید، بهتره تمرکز کنید روی همون 20% که واقعا ارزش وقت گذاشتن رو دارن. اما شناسایی اون 20% که بیشترین تأثیر رو دارن خیلی به تجربیات شخصی و کاری شما بستگی داره. برای این کار میتونید چند روز وقت بذارید و به دقت بررسی کنید که کدوم فعالیت‌ها برای شما بیشترین بازده رو داشتن. به طور خلاصه اصل 80-20 یک اصل ساده و در عین حال فوق‌العاده قدرتمنده که میتونه به شما کمک کنه تا با کمترین تلاش بهترین نتایج رو بگیرید. به جای اینکه خودتون رو غرق در کارهای بی اثر بکنید، باید روی 20% از کارها تمرکز کنید که بیشترین تأثیر رو دارن. وقتی این کار رو انجام بدید میتونید زمان و انرژیتون رو بهتر مدیریت کنید و در نهایت به موفقیت‌های بزرگتری برسید. خب رسیدیم به بخش پایانی. امیدوارم که از تماشای این ویدیو و شنیدن اون لذت برده باشید.